مدیتیشن، یک مسیر برای حضور، برای بودن، برای رهایی، برای آزادگی، برای شفافیت، برای آزادانه زیستن. با من تو این مسیر قدم بزن. شما رو دعوت میکنم برای انجام تمرین مدیتیشن، تمرین آرام گرفتن، رها کردن، در لحظه بودن، آزاد بودن. تمرینی ساده اما فوق‌العاده. تنها پیش نیاز این تمرین تعهد و استمرار شماست. مکانی آرام و ساکتی را انتخاب کن. آرام بشین و با لحظه حال یکی شو. توی تمرینات میبینمت. ناماسته.